حالا من شنیدم، خبر نبودم، من مسابقه هم بودم اینقدر دمی چیزا ارزش نمیده. می روز بیرق نه یک روز دیگه به نام بیرق شده. ما گفتم این روزا از مردا و زنا و اطفال و دیقان و همه خلاص شد، در بیرق مال یک روز شد. چون که حالا شاید یک روز هم به نام روز موتر هم جور کنن، روز موتر، روز بایسکل نه، روز چی، یک روز تخصیص بتیم نه، یک روز هم شاید لباس باشد، روز پیران تنبان نه، بعد ای وقت پیران تنبان ها رو بفروشین بپوشین و چی کنین. بیرق در نظام اسلام به خاطر که جمع شوند اکثر در جنگ ها و لشکر ها استعمال میشد، این وجود داشته است. دیگه من تاسف دوستا به این میکنم که یک کسی اسلام میفهمه، قانون اسلام، به خاطر از او جان دادن شهادت است. وای به او کسایی که علیه اسلام جان خود میته، علیه اسلام، علیه نظام اسلام، علیه قانون اسلام جان خود میته. جان بسیار جای تاسف است، بسیار خسران کلان است، بسیار زیان و تباهی است، هلاکت و بربادی است بر یک مسلمان. الله میگه به خاطر نظام دستور ما جان تبته که به حیات ابدی بری، او میگه علیه از او جان خود میته. افتخار میکنه من فلانی خان شدم، این شدم، اون شدم. همین دشمنای اسلام استعمال میکنه ما و شما را، به منافع خود استعمال میکنه. جوانای ما را بسیار جگرخون میشیم، غمگین میشیم که چرا این جوان دنیایش هم خراب شد، آخرتش هم خراب شد. چرا این جوانی تو شد؟ این نیست که ما خوش شویم خوب شد این قدر مسلمان کشته شد، نه. اما میگیم چرا این مسلمان درک نمیکنه، چرا عقیده خدا، چرا ایمان خدا، چرا به الله خالق کائنات باور نداره، به یک کافر بدبخت به او اعتماد داره، به او باور داره.